جسارت آخوند رافضی به قرآن کریم. کلام علی مانند قرآن است. ما قال علي عليه السلام قال أما حزني فسرمد. سرمد يعني لا انقطاع له، يعني أبدي. طبعا علي يقول ذلك لا على وجه المبالغة، على وجه الواقع، على اعتبار أن نطقه هو حقيقة إمام معصوم. علي إمام معصوم. ولهذا كلمات علي إذا شلت حرف خليته مكان حرف في القرآن يتغير المعنى كله. ولهذا كلمات علي إذا شلت حرف خليته مكان حرف في القرآن يتغير المعنى كله. بینندگان گرامی، جرأت و جسارت آخوندان رافضی را ببینید که سخنان علی رضی الله عنه را همانند کتاب الله می‌دانند و میگویند اگر حرفی از کلام علی را برداری و جایش کلام دیگری قرار دهی مانند قرآن، معنای آن کاملا تغییر می کند. آنچه که از معجزات قرآن کریم محسوب می گردد این است که هیچ بشری نمی تواند در آن تغییر و تبدیلی ایجاد نماید و قرآن مثل و مانند ندارد و کسی نمی تواند مثل آن را بیاورد و تغییر ناپذیر است و هیچ کتاب دیگری که نوشته بشر است چنین خصوصیتی ندارد و این مطلب برای معجزه بودن قرآن کافی است. بشر حتی اگر تمام نیروی خود را به کار ببرد از آوردن مثل آن عاجز و ناتوان است، اما روافض عمدن یا از روی جهل میخواهند این معجزه منحصر به فرد را از قرآن کریم بگیرند و بگویند که کلام علی رضی الله عنه هم دارای این اعجاز می باشد. الله متعال می فرماید قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بگو اگر انس و جن گرد آیند و متفق شوند بر این که مانند این قرآن را بیاورند هرگز نمیتوانند مانند آن را بیاورند، هرچند برخی از ایشان پشتیبان و مددکار برخی دیگر شوند. آری، علی رضی الله عنه بشر بود و معصوم بودن خود را خود رد می کند، چنانکه مدعیان تشیع برای او و امامان قائل به عصمت هستند، بلکه جملات خود آنان عدم عصمتشان را ثابت می کند. امام علی رضی الله عنه در صحیفه علویه و در دعای کمیل و دعای صباح و چند دعای دیگر فرمودند اللهم انی استغفرک لكل ذنب جرى به علمك فی وعلی الى آخر عمری بجمیع ذنوبی لأولها وآخرها عمدها وخطائها قلیلها وكثيرها دقيقها وجليلها قديمها وحديثها سرها وعلانيتها وجميع ما أنا مذنبه وأتوب إليك وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي جميع ما أحصيت من مظالم العباد قبلي فإن لعبادك علي حقوقا وأنا مرتهن بها تغفرها لي كيف شئت وأنا شئت یا ارحم الراحمین. ای پروردگار، من از تو آمرزش میخواهم برای تمامی گناهانم تا پایان عمر که از آغاز و انجامش خبر داری، آنچه به عمد باشد یا به خطا، کم باشد یا زیاد، کوچک باشد یا بزرگ، کهنه باشد یا تازه، پنهان باشد یا آشکار، و به طور کلی همه آن گناهانی که از من سر زند و از آنها به درگاهت توبه کنم و از تو خواهم که درود فرستی بر محمد و خاندان محمد و بیامرزی از من همه آن مظلمه هایی را که از بندگانت در گردن دارم
و تو آنها را در حساب من نوشته ای، زیرا که بندگان تو حقوق زیادی به گردن من دارند که من در گرو آنها هستم. خواهم که بیامرزی برایم آنها را به هر طور که می‌خواهی و در هر جا که می‌خواهی، ای مهربان ترین مهربانان.